سلام، من مریم امیری هستم. به کانال آشپزی خودتون خوش اومدید. امروز میخوام یه تورشیلیته خوشمزه فوری بهتون یاد بدم. البته میدونم که احتمالاً تورشیلیته رو بلدین، ولی این ویدیو پر از نکته هاییه که مطمئنم نمیدونستین. حتما ببینید این ویدیو رو. این تورشیلیته خوشمزه‌مون یک روزه آماده میشه و فوری میتونید ازش استفاده کنید. ببینید رنگ و روشو عالیه. اینو همین الان درست کردیم. تورشیلیته هم که میدونیم پای ثابت غذاهای ایرانی، آبگوشت و استانبولی و لوبیا پلو و دیگه نگم براتون. بریم با هم این ترشی خوشمزه رو درست کنیم. ترشی لیته تقریبا معروفه به یه ترشی فوری، یعنی این روشی که بهتون آموزش میدم، این ترشی رو یک روزه میتونین درست کنید و کنار غذاهای مختلف استفاده بکنید. البته ترشی لیته هم مثل هر چیز دیگه روش‌های مختلفی برای درست کردنش وجود داره. هم با بادمجون کبابی میشه درست کرد، هم با بادمجونی که تو سرکه پخته شده باشه. بعضی از دوستانم من میبینم که با بادمجون خام درست میکنن که به نظرم ترشی خوبی نمیشه و پیشنهاد میکنم که شما هرگز این کار رو نکنید. خب اول از همه پوست بادمجونا رو بگیرید. لازم نیست خیلی دقیق و با وسواس پوست بادمجون رو بگیرید. اگه یه رگه هایی از پوست بادمجون هم توش باشه هیچ اشکالی نداره. بعد از اینکه پوست بادمجون رو گرفتین، حالا من برای اینکه میخوام پختم سریعتر بشه، به این حالت از وسط این رو دو تیکش میکنم، ولی میذارم به همین صورت بمونه. این رو میذارم اینجا داخل قابلمه و بعد تمام بادمجونا رو پوست میگیرم. بعد از پوست گرفتن باید بادمجون رو بپزیم، اما پختن بادمجون با آب نباید باشه و حتما باید با سرکه بادمجون ها رو بپزیم. خب بادمجون ها رو من داخل تابه یا یه قابلمه کوچیک قرارشون میدم. یه کمی نمک روشون میپاشم. ببینید این پوستایی که باقی موندن اصلا هیچ اشکالی نداره. حتی خیلی از حالا همکارا یا دوستای ما هستن که کلا ترشی لیته رو با بادمجون با پوست درست میکنن و اصلا پوست بادمجون رو نمیگیرن. یه مقدار کم بهش نمک میزنم، روی حرارت قرارش میدم و بعد این رو با یه مقدار کم سرکه میپزیم. حتما باید پخت بادمجون با سرکه باشه و زمان طولانی هم لازم نداریم. پخت خیلی زیاد هم برای بادمجونمون لازم نداریم. ببینید بادمجون با همین مقدار سرکه بمونه رو حرارت ملایم. درش رو میبندیم. از زمانی که جوش اومد حدود 1 ربع تا 20 دقیقه که این بادمجون داخل سرکه بجوشه دیگه کاملا پخته و آماده است. خب تو این فاصله تا این بادمجونمون آماده بشه ما بریم سراغ آماده سازی بقیه سبزیجاتمون. خب ترشی لیته رو باز دوباره یه مدل میشه درست کرد که فقط بادمجون همراه با سیر و فلفل و سبزی، یعنی دیگه در حقیقت هویج و خیار و سبزیجات مختلفی توش استفاده نمیشه. ولی یه سبک دیگه هم ترشی لیته داریم که از چند نوع از سبزیجات مخصوص شور و ترشی داخلش استفاده میشه، مثل کرفس، مثل هویج، خیار، کلم و اینها. پس شما هم میتونید ترشی لیته رو با بادمجون به اضافه سیر و فلفل درست کنید. حالا سرکه و سبزی‌های معطر که دیگه سر جای خودشون هستن، ادویه هم همینطور. هم میتونید به همون موادتون کلم و خیار و هویج و کرفس هم اضافه بکنید. ببینید طعم کدوم یکی براتون خوشایندتره و کدوم رو بیشتر دوست دارید. خب حالا کرفس‌ها و تمام سبزیجاتی رو که داریم باید کاملا ریز خورد کنیم. من حدود 5 تا بادمجون تقریبا متوسط قلمی بود که گذاشتم. از بادمجون‌های خیلی توپل و ضخیم هم استفاده نمی کنم چون دونه هاشون خوشایند نیست. و بعد حدود 3 تا یا 4 تا ساقم کرفس، البته بستگی به خودتون داره دیگه، اینا رو اندازه ها رو کاملا میتونید تغییرشون بدید. و حالا باید این کرفس ها و بقیه سبزیجات رو کاملا ریز ریز خورد بکنیم. هم میتونیم به طور کامل ریز ریز خوردشون بکنیم،
هم میتونیم بعد از اینکه بادمجونا آماده شد و اینها رو با هم مخلوط کردیم از چرخ گوش رد بکنیم. خب اگر از چرخ گوش ردش بکنین خیلی نرم میشه سبزیجاتتون و هیچی دیگه توی در حقیقت تورشیلیته شما پیدا نمیشه، یعنی هیچی مجزا نیست، همه به خورده هم دیگه میره. پس این باز انتخاب با شماست که کاملا خیلی خیلی ریز خورد بشه و یا اینکه چرخ بشه. خب من از این خردکنهای دستی میخوام استفاده بکنم. کرفسا رو میریزم داخلش و کاملا تا جایی که ممکنه ریز ریز خوردشون میکنیم. پس اگر نخواستیم که چرخ کنیم حواستون باشه که حتما باید خیلی خیلی ریز خورد کرده بشن. خب ببینید کاملا ریز ریز خورد شدن همونطوری که میخواستیم بشه. خب کرفسا رو خالی میکنیم داخل یک کاسه و تمام سبزیجاتی رو که داریم به همین صورت کاملا ریز ریز خوردشون میکنیم. هویج هست، تو مرحله بعدی من هویج رو اضافه میکنم. برای استفاده از خردکنهای دستی باید شما سبزیجات یا چیزی رو که میخواین داخلش بریزین یک مقدار به قطعات کوچیک تقسیمش کرده باشید. به این صورت. خب دوباره این رو هم خرد میکنم. خب هویج خرد شده رو هم اضافه میکنیم بهش. دوستان ببینید من الان هویج رو یه دونه استفاده کردم، خیار هم اینجا یه دونه دارم و کلم برگ هم یه دونه خیلی خیلی کوچولو بوده کلم برگی که من انتخاب کردم. سیر و فلفل هم که چند تا از هر کدوم. البته سیر خب هرچی بیشتر باشه خوشمزه تر میشه. فلفل رو به اندازه‌ای بریزید که طعم تندیش یک کم تند باشه ولی به هر حال قابل خوردن باشه، بیش از حد تند نشه. حالا اندازه این مواد رو شما هر کدومو که بخواید یه مقدار کم کنید یا زیاد بکنید هیچ اشکالی نداره، یعنی هیچ قانونی نیستش که حتما باید برای 4 تا بادمجون یه دونه هویج باشه یه دونه خیار. ممکنه شما طعم هویج رو یه ذره بیشتر دوست دارید توی این تورشیلیتتون و میاین یک کمی بیشتر هویج رو استفاده میکنین. اندازه ها دست خودتونه، فقط اینو در نظر داشته باشید که بیس اصلی تورشیلیته باید بادمجون باشه، یعنی حداقل 50 تا 60% موادتون باید بادمجون باشه. خب ببینید بقیه سبزیجات رو هم کاملا خرد میکنیم، یا روی تخته یا چرخ گوش یا داخل خردکنهای دستی برقی، هر جوری که راحتید. کاملا همه باید به این شکل ریز بشن. من همه این سبزیجات رو خرد بکنم و بعد با هم دیگه مخلوطشون میکنیم. خب ببینین بادمجونا داخل سرکه دارن میجوشن ولی هنوز خوب نپختن، پس یه مقدار دیگه لازمه که این بادمجونا بپزن. اینجا هم که توی این کاسه کرفس خیلی خیلی ریز خرد شده رو داشتیم و هویج. اینجا هم روی تخته من همه سبزیجات رو خرد کردم. کلم برگ، فلفل سبز و قرمز تند، سیر، خیار که همه اینا کاملا ریز ریز ساتوری شدن. حالا همه رو اضافه میکنیم به کاسه قبلی، یعنی در حقیقت همه مواد باید با هم دیگه مخلوط بشن. این کلم بود، این خیار که اضافه میکنم، اینجا فلفل ها رو اضافه میکنیم. من از فلفل سبز و قرمز هر دو با هم استفاده کردم. حدود 5-6 تا فلفل و حدود 7 یا 8 تا حبه سیرم اضافه میکنم بهشون. حالا اندازه سیر و فلفل رو شما خودتون میتونید کم و زیادش بکنید یا تغییرش بدید. یک کمی اینا رو با هم دیگه مخلوطشون میکنیم و بعد باید بادمجونا رو ساتوری کنیم و اضافه کنیم بهشون. ببینید الان کاملا اینا رو مخلوط کردیم. بادمجون لازم نیست که کامل بپزه، همین که یک مقدار اون حالت خامیش گرفته بشه کافیه. خب ببینیم بادمجونا رو الان من در میارم از توی قابلمه، از توی تابه یا قابلمه و روی تخته قرارشون میدم و حالا بادمجونا رو هم قشنگ
ساتوری میکنم. خب اول از همه این قسمت رو جدا میکنم چون اینا رو دیگه ما لازمشون نداریم. و حالا به این صورت ساتوری میکنیم بادمجونا رو. اگر همه موادمون رو چرخ کرده بودیم از همون اول، بادمجون رو هم توی این مرحله چرخ میکردیم، ولی چون همه رو ما ساتوری کردیم و ریز ریز خورد کردیم، پس بادمجون رو هم به همون صورت مثل بقیه موادمون آماده میکنیم. خب بادمجون های پخته شده در سرکه و ساتوری شده رو اضافه میکنیم. و بعد موقع اضافه کردن ادویه هاست. ادویه هایی که استفاده میکنیم برای ترشی لیته، دیگه من ادویه ها رو هم بریزم یک جا و یک دفعه همشون بزنم. اول از همه زردچوبه که خیلی مهمه، ادویه اصلی تمام ترشی هاست. بعد که یک قاشق چای خوری زدم، نمک رو هم حدود یک قاشق چای خوری میزنم. و اینجا توی این ظرف ما سیاه دونه داریم که برای اینکه سردی ترشی رو بگیره سیاه دونه رو حتما اضافه میکنیم. یک قاشق سوپ خوری سیاه دونه. پودر تخم گشنیز یک قاشق چای خوری استفاده میکنیم. پودر گلپر، اسمش یه لحظه یادم رفت، پودر گلپر یک قاشق چای خوری و پودر زیره هم نصف قاشق چای خوری. اینا میشن ادویه های ترشیمون. و دوستان سبزی هایی که اضافه میکنیم به ترشی لیته، من امروز از سبزی های خشک استفاده میکنم، ولی شما میتونید از تازه این سبزی ها هم استفاده کنید. حدود یک قاشق سوپ خوری ریحون خشک، حدود یک قاشق سوپ خوری نعناع خشک و حدود 2 قاشق سوپ خوری مخلوط مرزه و ترخون رو اضافه کنید بهش. حالا این مواد رو با هم دیگه هم میزنیم و حین هم زدن باید سرکه رو هم بهش اضافه کنیم. اندازه سرکه خیلی خیلی مهمه. نباید توی ترشی لیته سرکه رو زیاد بریزین که موادتون شل بشه. در اصل باید موادتون کاملا حالت غلیظ باشه، اصلا نباید با سرکه شل بشه. سرکه‌ای که از پختن بادمجون اضافه اومده بود رو اول بهش اضافه میکنیم و بعد هم از سرکه‌ای که کنار داریم میریزیم. بیشتر از 1-2 لیوان معمولا سرکه برای این اندازه از موادی که خدمتتون عرض کردم نیاز نیست. الان ببینید این غلظت رو نگاه بکنید، یک مقدار زیادی غلیظه و سرکه یک کمی لازم داره. در حقیقت سرکه رو ما به همین صورت چک میکنیم و آروم آروم میریزیم. تمام ادویه ها رو هم که زدیم، نمک هم که اضافه کردیم، دیگه الان آماده است این ترشیمون که بریزیمش داخل شیشه و 1 روز بعد هم قابل استفاده میشه. ترشی‌های آماده‌مون رو داخل شیشه میریزیم. دوستان بهترین ظرف برای نگهداری ترشی شیشه است. معمولاً از ظرف‌های فلزی و اینها نباید استفاده کنیم. اگر ظرف شیشه‌ای در دسترستون نبود، از بانک‌ها یا دبه‌های پلاستیکی هم میتونید استفاده کنید، ولی فلزی به هیچ عنوان برای نگهداری ترشیاتون استفاده نکنید. و در ظرف ترشیتون رو هم محکم ببندید. ببینید به این صورت. اینم درش رو میبندم، میذارم کنار. پیش این یکی یه مقدارم داخل این ظرف میریزم که شما کاملا رنگ و رو و غلظت و قوامش رو ببینید. این ترشی ها رو شما تا 1 شب یعنی 24 ساعت تو دمای محیط نگهداری کنید و بعد دیگه آماده استفاده هست. از زمانی که آماده استفاده شد یعنی 1 شب که گذشت، بعد میتونین ترشیاتون رو بذارین توی یخچال. البته
توی یخچال نگهداری کردنش ضروری نیست، ولی اگر ترشی لیته‌تون رو توی یخچال بذارین تا چندین ماه میتونید ازش استفاده کنید. ولی اگر خارج از یخچال باشه و اگر جاش گرم باشه یه کمی زود تغییر رنگ میده و اون تغییر رنگه باعث میشه که ترشیتون از اون جذابیتش کم میشه. خب امیدوارم که این آموزش رو دوست داشته باشین. این ترشی‌های لیته خوشمزه و خوش رنگ و رو رو درست کنید و در کنار غذاهای ایرانی مثل استانبولی، آبگوشت که دیگه حتما باید ترشی کنارش باشه و خیلی غذاهای دیگه و در جمع گرم و صمیمی خانواده نوش جون بکنید.